سلام، من بهرام اسفر عربانی هستم و یکی از شعرامو براتون میخونم به نام مرد سیهکار. سیب سرخی در بلندای درختی در باغ، چه زیبا، چه خوش رنگ، چه خوشمزه و خوشحال. و آن مرد سیهکار و سیه مو، چه بدکار و چه بدخو، بر دار و درخت آویخت و سیب سرخی بر زمین افکند. افسوس افسوس که دیگر نیست او شاد، بر زمین افتاده مانده لگد خورده و جانش خوراک حشرات است. و دیگر بهایی نیست او را و جایی نیست او را و نام سیب سرخ نیست او را، افتاده و مانده خاک است. افسوس که در بلندای بود و امروز بر زمینی پست افتاده و مجال صحبت آفتاب برایش نیست و آخر لگدی از رهگذری غافل بر او آید و ما روزی سیب سرخی بود و اکنون دیگر مجالی نیست برای نیک زیستن او را. خیلی ممنون، متشکرم.